ذات پاک الهی رو بسیار سپاسگزار و متشکریم از این که این توفیق یزدانی رو نصیب این جمع ایمانی فرمود تا در چنین محفل قرآنی گرد هم جمع بشیم و از فیوزات و برکات و نورانیت قرآن کریم و احادیث پاک نبوی استفاده بکنیم. خدای عزوجل رو بر این منت و بر این نعمت بسیار بزرگ و بر این احسان کریمش سپاسگزار و قدردانیم و از خدای متعال عاجزانه خواهانیم که همه این جمع رو، همه علمای این جمع رو و جوانان رو که تشریف آوردند سبب تعالی و عزت و اقتدار امت اسلامی بگردانند. تبریک و تهنیت عرض می کنم این محفل فرخنده و خجسته رو خدمت برادر بزرگوار، جوان مؤمن و جوان پاکدامن ما جناب آقای احمد مجیدی و خانواده محترمشون و همچنین خدمت خانواده عروس خانم، خانواده آقای رسولی و همه اقوام و خیشان و حضار محترم و از خدای متعال خواهانم که همونطوری که این عزیزان شالوده زندگیشون رو، اساس زندگیشون رو، نقطه آغازین زندگی مشترکشون رو با کلام حق آغاز کردن، پروردگار عالم همواره نورانیت و معنویت دینی رو با زندگی اینها توأم و همراه بگرداند. جا دارد تشکر بکنم از برادر بزرگوار و عالم فرهیخته ما جناب مولانا قهستانی و سایر علمایی که از راههای دور و نزدیک تشریف آوردن، از حوزه های علمیه، از مساجد مختلف که من اسامی عزیزان رو به خاطر ندارم، واقعا قریب نوازی کردن و این طلبه کوچک مکتب نبوی رو به محضر خیش پذیرفتند. از خدای متعال برای همه علمای ربانی طول و عمر با عزت توأم با سلامتی رو مسئلت می نمایم. با توجه به اینکه جمعیت ماشاءالله بسیار متراکم هست، من در ابتدای صحبتم از دوستان و جوانان به فرموده آیه قرآن می‌فرماید تفسحوا یفسح الله لکم، تقاضا میکنم که برادرانی که بیرون سر پا ایستادن رو مقدار راحت بکنید، مقدار تشریف بیارین جلوتر، این شگاف‌ها پر بشن تا عزیزانی که بیرون ایستادن بتونن راحت جا بشن. یک مقدار تکون بخورید، خوب انشالله نزدیک بشین، قلب‌ها به هم پیوند بخوره. جزاکم الله. هیچ جای خالی نباشه تا همه برادرانی که بیرون هستن تشریف بیارن داخل. جزاکم الله خیر. ماشاءالله خوب نزدیک بشینید که همه برادرانی که بیرون هستن، جوانایی که در بیرون تشریف بیارن به مجلس بپیوندن. جزاکم الله خیر. احسنتم. یک صلوات محمدی نازل بفرمایید. به هر حال شب بسیار شب مبارکی است، شب جمعه هست. از طرف مجلس بسیار مجلس فرخنده است، ولی که دوست داشتیم خیلی در خدمت عزیزان باشیم، ولی شانس شما گرفت که دیشب در دو مجلس پشت سر همدیگر در یک شب انرژی ما رو دوستان گرفتن و مقداری صدا و حنجره با چالش مواجهه. اما خوشحال نشید چون که به این زودی حالا حداقل صحبت ما 2 ساعته. میگن یک زمان یک عالمی شروع کرد به صحبت کردن خیلی جذاب، به اصطلاح خودش، حالا خودش جذاب صحبت میکرد و نمره 20 خودش به خودش داده بود. بعد آمد پایین گفت یک اظهار نظری، یک مشورتی از دوستان بپرسم ببینم آیا نظر اونا رو گرفت واقعا، یا من الکی برای خودم اینجا شروع کردم به سر و صدا کردن. مجلس که تمام شد از سامعین خودش پرسید که سخنرانیم چطور بودن؟ خیلی عالی بود، خیلی شما جذاب و خوب صحبت میکنید. گفت کدوم قسمتش جذابتر و سوپریستر بود به اصطلاح جوانان؟ گفت صحبتت ماشاءالله همش نمیشه اصلا تمیز داد، همش جالب بود. گفت نه داری تعارف میکنی، شما رو خدا رک و پوسکنده بگید کدوم قسمتش جالبتر بوده که من همیشه همون قسمت ها رو بگم. دیگه هرچی گفتن آقا همش خوب بود، گفت نه شما تعارف میکنید.
جوونا دیگه ناچار شدن، گفتن واقعا باید بگیم مثل اینکه گفت حقیقتش رو اگر بخوای بپرسی یک قسمتش خیلی جذاب بود و ما از دیر منتظر همون کلمه بودیم. گفت کدوم قسمتش؟ گفت همین قسمتی گفتی دیگر عرضی ندارم، خداحافظ شما. بالاخره حالا خداحافظی نیست، انشالله که خسته نشید و اگر خسته نشدید صلواتی نعت بفرمایید. عبا رو در بیاریم. با جوونا باید جوونی صحبت کرده، عبا و قبا نمیشه بالاخره. آیه‌ای که خدمت شما قرائت کردم من دوست داشتم، چون که بحث عباد الرحمن رو شروع کرده بودم در منطقه خاف، دیگه دنبالش رو قطع کردم، دیدم ماشاءالله همه عباد الرحمنن، در این جلسات نشون دادن. پیرامون جامع ترین آیه در قرآن و اگر این ادعا درست نباشه یکی از جامع ترین آیات قرآن که من به طور قطع و یقین میتونم بگم این آیه کریمه خلاصه همه آیات قرآنه و میتونم نیابتا از طرف علما این قول رو به شما بدم که هر کس فقط به همین آیه قرآن عمل بکنه سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت رو برای خودش رقم زده. نیازی نیست همه آیات قرآن، اگرچه که هر آیه قرآن کریم رنگ و بوی خودشو داره، اما وقتی به این آیه مجمل میتونی به مفصلش برسی، وقتی از این پلکان میتونی به همه قله های سعادت و خوشبختی صعود بکنی، وقتی از این نردبان میتونی بالاخره سنگرهای تعالی و پیشرفت رو فتح بکنی، خیلی سرمایه بزرگی است به نظر من. این آیه کریمه رو به دقت گوش بدید سروران کریم. این آیه چی میخواد؟ چه پیام‌های ارزنده برای جهان بشری داره و چقدر جامع هست که عمل کردن به این آیه یعنی رقم زدن دفتر خوشبختی و سعادت و فوز و صلاح و کامیابی و تندرستی دنیا و آخرت. بدون تردید جهانی که ما در آن زندگی میکنیم رزمگاه حق و باطل، سعادت و شقاوت، علم و جهالت، کامیابی و هلاکت، خوشبختی و نابودی و فلاکت، در عکسش واقعیت اینه. اما این آیه قرآن میخواد همه عکسها رو، عکس زلالت، عکس شقاوت، عکس گمراهی، عکس ذلت رو برای بشریت هدیه بکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. همانا کسانی که میگویند ما ایمان آوردیم، پروردگار ما الله است، به ذات ذوالجلال الله ایمان آوردیم، ثم استقاموا، سپس در راستای ایمان، در راستای یکتاپرستی، در راستای عبادت، در راستای خدمت به دین از خودشان استقامت، رادمردی، شکیبایی و صبر رو پیشه میکنند، تتنزل علیهم الملائکه، الله ذوالجلال به چند نعمت عظما اونها را مفتخر میکند. یک، همون فرشته های بدری، همون فرشته ها با عمامه های سبز رنگ و لباس سفید پوشانی که در صدر اسلام در بحرانی ترین وضعیات و اسفبار ترین موقعیت ها به سراغ و نصرت اصحاب رسول الله و پیامبر خدا می شتافتند. الله ذوالجلال همون فرشته ها رو برای بشریت قرن 21 میفرستد. الا تخافوا ولا تحزنوا، که ما در کنار شما هستیم، خوف و حزن، ترس و غم و اندوه را به خودتون راه ندید، در این دنیا در کمال آرامش و اطمینان زندگی کنید. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، و در قیامت الله ذوالجلال میفرماید زندگی اخروی شما را ما تضمین میکنیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. سبحان الله. آیا همین آیه نمیخواد؟ تضمین نکرده؟ ما دوستان شما هستیم، خدا میگه من دوست شمام، من مولای شمام،
من حامی شما فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا و فی الاخره، و در آخرت، نه تو دنیا تنها و نه در آخرت. استقامت چیه؟ پایداری چیه که خدا از ما میخواد که اگر استقامت بکنیم همه چیز رو بهمون میده، همه چیز رو هدیه میکنه. شوخی نیست. سعادت دنیا و آخرت، فوز و عزت و شوکت و مکنت و قدرت و ارشد سرافرازی دنیا و آخرت. حتما این آیه خیلی بزرگه. استقامت معنای بسیار بزرگی داره که ما در 3 مرحله استقامت رو ترجمه میکنیم. 1. استقامت در مقابل مشکلات و از طرفی استقامت در ناز و نعمت، این 1. 2. استقامت در ترک معصیت و 3. استقامت در عبادت و یکتاپرستی. این معنای استقامته و هر کس این 3 شاخه و 3 باب استقامت رو در زندگیش احیا بکنه، الله ذوالجلال بدقول نیست. خدای متعال طبق قولی که عنایت فرمودن در این آیه همه این مسائل رو به شما جوان میده. جوان تو طالب عزتی میدونم، جوان خودشو به یک جایی برسونه. حالا یکی با طریق لباس سعی میکنه به اصطلاح لباس تنگتری بپوشه که همه بگن چه لباس قشنگی پوشیده. یکی با مد و فرمی که موهاشو به اصطلاح کوتاه میکنه و کپ میزنه و آلمانی میزنه، میخواد خودشو مطرح بکنه. یکی با ریش 1000 جور و جورش یه باریکی از این طرف بیار، یکی پروفسوری درست بکن، یکی نمیدونم مهندسی درست بکن که هر کس بگه این آقا پروفسور از این طرف الف رو نمیدونه گرد یا دراز. یکی نمیدونم با موبایلش که الحمدلله کلاس موبایل ها خدا را شکر رفت، ولی قدیم که بود بعضیا موبایل نداشتن، زمانی که موبایل 1 میلیون خورده ای بود قاب عینکشون رو اینجا گذاشته بودن که من موبایل دارم هر کس پوز بده. به هر حال هر کس یه جوری میخواست و میخواد مطرح بشه تو دنیا و عزت خودشان رو به رخ دیگران بکشه. و اون کسی هم که پژو سوار فکر میکنه دیگه ماشاءالله همه دنیا رو سوار شده، خبر نداره که وقتی کنار زانتیا رسید باید بره بوق بزنه اون طرف برای خودش. به هر حال این مشکلات هست. سعادت دنیا و آخرت. یک زمانی صبح جمعه با شما رادیو رو گوش بگیره، یه برنامه خیلی زیبایی داشت. میگفت که چون که مراسم عروسی است از اون چیزش در بیاد، حالا نوبت گریه شما میرسه، حالا بخندید. دیگه که یه آقا پژو 405 عاشق شده بود به یک پیکان 47 که بره برام خواستگاری بکن. بابا و مامان پژو میگه بابا تو که آبروی ما رو بردی، تو پژو 405، میگن پژو ماشین خانواده. بابا این همه دختر سمند اگر چیزی آتش میگیره. هر شب خدمت شما دیگه چیه زانتیاک حالا از شما بالاتره، حداقل به حساب یک پرایدی حالا شروع میکردی، اگرچه از 120 به بعد جیک جیک میکنه ولی بالاخره خوبه، نرم هست، گازسوزم میشه. در حال اگه دوگانسوز باشه که نور علی نار، کار نداریم. گفت نه الا بالله پیکان 47. بابا بشین از خدا بترس. مثل بعضی این جوونا عاشق میشن به یک دختری، میگه آقا این دانشگاهیه. بابا نیست، اون در حال مانتوش به مانتوش نرو که تنگ بپوشه دست فکر میگه هر کس تا مانتوی تنگ پوشید اون دیگه دانشگاهیه. بالاخره گفت الا بالله همین، من پیکان 47 میخوام. رفت بالاخره گفتم بریم خواستگاری و رفتن خواستگاری و بالاخره گفتن که خانم شما رو میخوان پیکان به عقد آقا پژو در بیاریم. خواست بالاخره وکیلیم هم که اگزوزش پاره شد گفت بله. سر صدا بیکرد. بعد بالاخره مراسم عقد برگزار شد و جشن و شادی و جوونا و خندیدن، ولی واقعا خیلی انصاف داشت که ساز و ارکستر نیاورد، خدا رحم بگه. در حال ازدواج برقرار شد، اینا رفتن به خانه بخت. یهو گفتن که خانم پیکان 47 حامله است. همه خوشحال شدن فلان، گفتن که زمان زایمانش رسیده، گفت بردن بیمارستان دسته و گل و شیرینی. گفت چه به دنیا آورده پسر یا دختر؟ گفت پژوی آردی. حالا بالاخره اینطوریه، واضح باشید که پژوی آردی نشه، یا حداقل اون پیکان باشه یا پژو باشه دیگه. اینه برای حال دنبال اینه که خودش یک جوری مطرح بکنه، حالا به هر طریق ممکن. ولی این آیه میخواد بگه که شما که طالب عزتی، طالب سرافرازی، طالب خوشبختید
و میخواد تو دنیا و آخرت مطرح بشید، بیایید دقیقاً از اون پلکانی برید که قرآن عظیم و شأن در این آیه بیان فرموده. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که در دنیا عزت و سرافرازی رو نمیشناختن که چیست، هر جا نامی از فقر و فلاکت بود، دنیای عرب بود، الله ذوالجلال به برکت عمل کردن به این آیه قرآن کریم اونها را به اوج خوشبختی و سعادت رسان. بیاید به این آیات قرآن عمل بکنید تا شما هم مانند صحابه بزرگوار رسول خدا به اون قله ها برسید. خوب سراپا گوش باشید جوانان محترم، حواستون شیش دنگ این طرف باشه که اگر حواس ها پر شد منم مجبورم حواسمو پرت بکنم و تا صبح اینجا براتون روزه بخونم، خود دانید بالاخره. ولیکن آیه قرآن چی میفرماید؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مسئله بسیار باریکه. کسانی که بگویند رب ما الله هست، یعنی مسلمان بشن که همه ما مسلمانیم الحمدلله، ثم استقاموا، سپس بلا فاصله استقامت بکنن برای این گفته ایشون، خربزور خوردن، پالرزشن بیستن، تتنزل علیهم الملائکه، اونجا دیگه اون بشارت هم بیاد. این آیه پیام داره. پیامش اینه کسی بگه ربنا الله، پروردگار ما الله هست، باید خودشو برای موجی از مشکلات، برای دنیایی از چالش ها، برای جهانی از بحران ها، برای اقیانوسی از مشکلات و معضلات آماده بکنه. شوخی نیست. امروز این سوال در ذهن بسیاری از جوانها ایجاد شده. من انتخاب این موضوع برای رفع این دغدغه فکری است که چرا هر جا مشتی بالا میره رو فرق مسلمان ها فرود میاد، چرا هر جا ماشه‌ای چکاندی میشود قلب مسلمانان را نشانه میگیرد، چرا هر جا نامی از فقر و فلاکت، بدبختی و هلاکت از سرزمین مسلمان ها و کشورهای اسلامی است. آیا مگر غیر از این است که ما باید سرخ رو و سرافراز و پیروزمند باشیم؟ سوال جوابشو باید از این آیه بگیریم که الله ذوالجلال به صراحت میفرماید که کسی که میگه ربنا الله، ما اسلام آوردیم، ایمان آوردیم، ثم استقاموا، صفت استقامت بکنن، یعنی این که ایمان به الله معادل و مساوی است با دنیای مشکلات. و در واقع رسول خدا و اصحاب بزرگوارشان نمونه بارز این واقعیت و بزرگترین دلیل و گواه بر این ادعای ماست. آیا غیر از این است که پیامبر خدا 40 سال را چنان آبرومندانه در میان قریش زندگی می‌فرمایند که حتی به نام امین مشهور میشه، محمد راستگو، محمد درستگو، محمدی که در او کذب و دروغ و طغیان وجود ندارد. و زمانی که بر بلندای صفا، بر کوه صفا، یعنی بر بلندای تاریخ قرار میگیرند و کفار و مشرکین را مورد خطاب قرار میدهند که اگر من بگم از پشت کوه بر شما لشکری حمله میکند حرف منو باور میکنید؟ همه میگن بله، ما جربنا علیک کذبا، ما تا به حال دروغ را بر شما تجربه نکردیم. شما هرچه بگید ما سمعا و طوعا و کرها در خدمت شماییم. اما زمانی که پیام الهی را ربنا الله رو اذعان میکند، اولین کسی که در مقابلش قد علم میکند ابو لهب هست، میگه تبا لک یا محمد سائر الیوم، محمد هلاک بشی نعوذ بالله. اونجاست که رسول خدا میره برای دیدن ابو لهب به خانهش. ابو لهب با لحنی بسیار گستاخانه به رسول خدا میگه بزغاله داشت، میگه ای محمد تا زمانی که این بزغاله به تو ایمان نیاره من به تو ایمان نمیارم. به خدا قسم در تواریخ میاد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روی خودشان را به طرف همون بزغاله کردن، گفت ای بزغاله بی زبان، تو من را به ابو لهب به عمویم معرفی بکن که او منو نمیشناسد. که ناگهان این حیوان زبون بسته گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ابو لهب بلند شد، دو تا لنگ بزغاله رو گرفت، از وسط دونست کرد. الله ذوالجلال آیه نازل کرد تبت یدا ابی لهب و تب. محمد آل محمد بله سروران عزیز، رسول خدا از اون زمان بود که خودش را در میان موجی از چالش ها و بحران ها مشاهده کرد و متوجه شد که همون عربی که تا دیروز به او اینقدر اهمیت میدادن و ارزش قائل بودن، امروز به راحتی رسول خدا را مورد ایذا قرار میدن.
شکمه شتر رو به گردن رسول خدا می اندازن، اذیت و آزار میکنن. در طائف اون همه میزنن که شما این قصه ها رو شنیدید و من نمیخوام وارد این جریانات بشم. پس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی این استقامت در مقابل مشکلات. و همین خاطره که اقبال لاهوری میفرماید چون میگویم مسلمانم بلرزم. و ما امروز راحت میگیم ما مسلمونی، ادعامون میشه که خدا چرا مشرکین رو نابود میکنه، چرا اسرائیل به این دام گرفتار نمیشه، چرا نمیدونم فلان نمیشه، آمریکا به زانو نمی نشیند. ادعامون میشه با این مسلمونه ما چه ادعای بزرگی داریم. اقبال میگه چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. الله عزوجل میخواد اینو بگه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسی که ربنا الله یعنی دنیای چالش و مشکلات. ما بهتر از رسول خدا کسی رو نداریم، ما بهتر از صحابه رسول خدا، از سیدنا ابوبکر صدیق در طول تاریخ کسی رو نداریم، بعد از ایشون عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی در دنیا نداریم، و در کل اصحاب رسول خدا که الله عزوجل ایمان اونها را معیار و ملاک قبولیت ایمان مسلمین قرار داده. اما خدای متعال اونها به مجرد اینکه میگه ربنا الله چنان اونها را در مشکلات قرار میداد که سبحان الله. و به همین خاطر است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ان اشد الناس بلاء الانبیاء، از همه و شدیدترین مشکلات و بدترین و مهلکترین ضربات بر قلب انبیا میاد. و واقعیت اینه کدوم یک از ما به اندازه رسول خدا تحمل کردیم رنج و زحمت ها رو؟ کدوم یک از ما این همه زحمت ها رو متحمل شدن؟ الله عزوجلال و رسول خدا تأیید میکنن که اشد الناس بلاء الانبیاء، از همه بیشتر پیغمبران، ثم الامثل فالامثل، سپس هر کس به پیغمبران نزدیکتر باشه، یعنی الاقرب فالاقرب. بیاییم سروران گرامی زندگی این بزرگواران رو، استقامت اونها رو در عرصه دینی مورد مطالعه قرار بدیم. اسوه هست، نخبه هست، قدوه هستن، اینها بزرگوارانی بودن که ما از اونها همه چیز یاد گرفتیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون زمانی که در طائف رفتن اون همه مورد زجر و آزار قرار گرفتن که حتی کوه‌ها به لرزه در آمد که بیان اهل طائف رو نابود بکنن. زمانی که در بدر قرار گرفتن، در احد قرار گرفتن. این همه آیات و قرآن عظیم و شان بیانگر این واقعیت است. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا میخواد بشریت رو در کوره ایمان اونها رو بیازماید و اونها رو مشخص بکنه که مؤمن کی هست، غیر مؤمن کی هست، اینها رو مشخص بکنه. اگه دوستان پذیرایی رو بعداً بکنن خیلی ممنون میشیم. جزاکم الله. حواس رو پرت نکنید، فعلا داریم با کلام خدا و رسول الله پذیرایی بکنیم. دوستان تشنگی و ظمأ ما رو، تشنگی و ظمأ معنوی است. همه ما تشنه معنویتیم، باید این ظمأ و تشنگی رفت بشه. شربت همیشه هست ان شاء الله. یک صلوات محمدی نبی بفرمایید. بله سروران گرامی، شوخی نیست. ما در تاریخ فاجعه بسیار خطرناک به نام فاجعه بئر مؤونه داریم. سبحان الله. این گونه فاجعه ها، این گونه آسیب ها، این گونه چالش ها و بحران ها را وقتی انسان مطالعه می کند تار و پود بدن انسان می لرزد که خدا اون اصحاب بزرگوار رو، اون تربیت یافتگان مکتب نبوی رو چطور در کوره بسیار داغ آزمایش قرار میداد، چطور دلش می آمد. ولی خدا متعال خودش می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا شما گمان کردید، آیا مردم گمان کردن که بگن ما ایمان آوردیم مستقیم ویزای جنت رو بگیرن برن بهشت و هم لا یفتنون، مورد آزمایش قرار نگیرن؟ نه. ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين او كما قال. الله عز وجل قطعا، لام برای تأکیده، قطعا بدون تردید ما همه افراد، همه بندگان، همه امتیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو مورد آزمایش قرار میدیم تا ما صادقین و گناهکاران رو بتونیم تمییز بدیم. هر کس قرار باشه ادعا بکنه ما مؤمنین مستقیم بره به بهشت که نشد. پس زمانی مرد مشخص میشه که در کوره آزمایش قرار بگیره.
فاجعه بئر معونه. پیامبر خدا زمانی که عامر ابن مالک آمد گفت یا رسول الله گروهی از قبیله بنی مالک مسلمان شدن، نیاز به چندین قاری دارن، حافظ دارن، اینها را برای اونها بفرستید. رسول خدا وارد گلستان اصحاب پیامبر شد، رفت گلها رو چید، 70 نفر از بهترین قاریان و حافظان را رسول خدا گلچین کرد و اینها را برای سفر تبلیغاتی فرستاد. حرکت کردن، هیچ گونه اسلحه‌ای با خودشون نبرده بودن. شاخصترین افراد، نخبه ها، خبره ها، فرهیخته های اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان راه که آمدن با غدر و فریب و نیرنگ و ترفند مواجه شدن. دیدن در محاصره شدید قرار گرفتن صحابه بزرگوار و هیچ گونه اسلحه دفاعی نداشتن. اینجا بود که گفتن ما حد طور شده در مقابل اینها باید استقامت بکنیم. اینه ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن رب ما خداست، حالا چطور مشکلات رو تحمل میکنن. ما امروز کوچکترین مشکلی هنوز به سراغ ما نیامده، دردسر نشدیم هنوز و توقعمون بالاست. حرکت کردن، گفتن با چوب و سنگ با اینها میجنگیم. الله اکبر. با طرز بسیار فجیعی این 70 نفر رو محاصره کردن و سپس اینها رو خواستن به شهادت برسانند، در غربت، در تنهایی، در بیکسی. که ناگهان در این هنگام امیر اینها دست رو بلند کرد، گفت اللهم بلغ نبیک عنا السلام و اخبره بعنا قد رضینا عنك و رضیت عنا. یا الله ما الان در چالش و بحران جدی مواجه شدیم و رسولت از ما بسیار دوره، هیچ کس صدای ما رو نمیشنود. پروردگارا سلام ما را به رسول الله برسان و به او بگو یا رسول الله اصحاب در زمانی از دنیا رفتن که اونها از خدایشون راضی شدند و خدا از اونها راضی. رسول خدا در مسجد نشسته بودند بعد از نماز عصر که ناگهان قطرات اشک در چشمان رسول خدا حلقه زد و همچون مروارید بر گونه آن حضرت جاری شد. صحابه گفتن یا رسول الله چه شده؟ گفتن داغ بسیار عجیبی متوجه من شده. چیه؟ 70 نفر از سفید پوشان امت رسول الله، کفتران سفید پوش، در اون حالت بسیار فجیعی پرپر شدن و جام شهادت رو نوشیدن. ولیکن چه خوب است که اینها برای لقای خدا و رسول رفتن. رسول خدا زجه زد و گریه کرد برای از دست دادن این بزرگواران، اما اونها خوشحال بودن چون که ثم استقاموا را نمونه بارز این آیه خدای متعال شدن. سروران گرامی، آیا خدای متعال نمیتونه ها را نجات بده؟ قطعاً چرا، ولی خدای متعال میخواد آزمایش بکنه بقیه مؤمنان رو. آیا خدای متعال نمیتوانست حمزه رو نجات بده و نگذارن که جگر حمزه پاره پاره بشه؟ آیا زمانی که در احد تیرها از هر طرف شلیک میشد به طرف رهبر بشریت، از الله ذوالجلال نمیتوانست اونجا دفاع بکنه از پیامبرش؟ قطعاً چرا، اما خواست این تیرها بر گونه رسول خدا اصابت بکنند. اول این که کوی احد را مفتخر بکنه با خون رسول خدا، اون جایی که رسول خدا با ابوبکر صدیق و عمر فاروق رفتن بر روی کوه احد و عثمان ذوالنورین که ناگهان کوه احد به لرزه در آمد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم محکم زدن روی کوه احد که امکس، ای کوه احد آرام باش، فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان. روی تو الان 2 تا شهید، یک صدیق و یک نبی قدم میگذارد. چقدر تو گستاخی که ناگهان کوه احد به صدا در آمد یا رسول الله. به خدا این لرزه از گستاخی نیست، این از عشق و محبته. از جمال محمد پیغمبر خدا محمد مصطفی این از عشق، این از محبت، این از مودت و دوستی با رسول خدا. امروز کوه احد با خودش مینازد که میزبان چنین افرادی شده است. سروران گرامی، برادران بزرگوار، آیا خدای متعال نمیتونست پیغمبر خودش رو از این بحران نجات بده؟ قطعاً چرا. همه این بحران ها و چالش ها برای اینه که ثم استقاموا رو الله ذوالجلال آزمایش بکنه که صحابه و پیغمبر که وقتی ادعاشون میشن ما ایمان آوردیم، چقدر اینا از خودشون شگیبایی نشون میدن.
در همه وضعیت ها، در همه غزوات الله عزوجلال میتونست فتح و نصرت رو بیاره. اون جایی که 70 نفر در احد شهید شدن، اینها رو تاریخ فراموش نمیکنه. حجاجی که به کوی احد رفتن قطعا اونجا شنیدن. نشنیدید؟ سنگ کوی احد وقتی پا میذاری به خدا قسم به من که این احساس دست داد، گویا سنگ های احد منو خطاب میکرد و یا هر فرد حاجی رو که پاتو یواش بذار که اینجا خون رسول خدا روی ما چکیده است. هر یک از سنگ ها میگن ما میزبان خون اصحاب رسول اللهیم. جگر حمزه اینجا پاره پاره شده، مواظب باش کجا آمدی قدم گذاشتی. محراب مسجد النبی وقتی قدم میگذاری با تو حرف میزنه که اینجا عمر در نماز صبح پرپر شد. اینها بهترین افراد روی کره خاکی بودن. الله عزوجل اینها رو گرفت، اینها رو در مشکلات قرار داد، اینها رو در بحران ها و چالش ها قرار داد تا استقامت رو، درس پایداری رو، درس رادمردی رو، درس شجاعت رو، درس فتوت رو، درس غیرت رو، درس مردانگی رو برای جهان اسلام و برای جوان قرن 21 بیاموزد. ولی امروز فکر میکنین که ما بگیم آمنا اسلام آوردیم بشیم تو خونهاتون. نه، اینطور نیست. اگر میخواد واقعا مؤمن واقعی باشید، مسلمان واقعی آرامش نداره. حبس، زندان، ترور، شهادت، تحریم، همه این مسائل بر جوان مسلمان میاد. و اگر واقعا کسی مشکلی در زندگی نداشته باشد باید تجدید نظر بکنه در قضایای خودش. شوخی نیست. این تعبیر قرآن عظیم الشأنه، تعبیر الله عزوجلاله که همه افرادی که در این دنیا قدوه بودن، اسوه بودن، همه این مراحل رو طی کردن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اون لا اله الا الله ان الذين قالوا ربنا الله، از صحابه وقتی میگم ربنا الله جان میخواست، فرزند میخواست، زن و بچه میخواست، دستها و چشمها رو میخواست، همه چیزشون رو در طبق اخلاص میگذاشتن و بدون کوچکترین دغدغه و تردیدی هدیه اسلام میکردن. اما ما حاضر نیستیم امروز یه ساعت وقتمون رو بدیم به اسلام. اون لا اله الا الله اونها را منقلب میکرد. عمر شمشیر بر میداره که رسول الله را نابود بکنه، بکشه، و قسم یاد میکنند که والله به خدا قسم لب به آب و غذا نخواهند زد تا زمانی که سر بریده محمد رو نیارم. اما زمانی که میگه ربنا الله، به قول اقبال ز شام خود برون آور سحر را، به قرآن باز کن اهل نظر را، نمیدانی که سوز قرعت او دگرگون کرد تقدیر عمر را. وقتی که لا اله الا الله میخواند، ربنا الله میگه، میاد در محضر رسول صلی الله علیه وسلم مسلمان میشه. اونجاست که خودش رو برای هر گونه فدایی حاضر میشه، اونجاست که عوض میشه، اونجاست که میاد پیش رسول الله میگه یا رسول الله. پیغمبر کمربندشو میگیره، ما بکی یا ابن خطاب چه شده عمر به خود اینقدر مغروری؟ گفت یا رسول الله درسته آمده بودم گردنت را بزنم، اما به خدایی که تو را به رسالت فرستاد الان آمدم سرم را فدای تو بکنم. شوخی نیست. اینها در یک لحظه منقلب میشه. ربنا الله میگفت که از همه چیز گذشته بودن، از مالشون، از جانشون، از فرزندانشون. حضرت خنسا ربنا الله میگه قبل از اینی که اسلام بیاره برادرش صخر از دنیا میره، اینقدر روزه میخونه، اینقدر نوحه میخونه که دنیا رو کر میکنه، اصلا یک دیوانی داره در شهر، سر و صدا آفاق رو از گریه های سوزناکش پر میکند. اما زمانی که ربنا الله میگه در جنگ یرموک بچه های خودش صدا میکنه، میگه فرزندانم من شیر پستانم و هدیه شما کردم، شیر حلال، و شما رو خوب تربیت کردم و امروز میخوام به شما بگم که اگر هر 4 تای شما در این جنگ شهید نشدید و خدای نکرده پشت به جنگ کردید، من شیر پستانم و بر شما حلال ندارم. همون خنسا وقتی که خبر شهادت اینها رو میشنود گریه میکند، سر صدا میکند، نه، میدونه که ربنا الله ازش ثم استقامو میخواد، ربنا الله فرزند میخواد،
رب الله جگر گوشه میخواد. به خدا قسم دست رو بلند میکنن میگو الحمدلله الذی اعزنی به قتل هؤلاء. خدایا تو را شکر میگویم که 4 فرزندم رو در یک لحظه از من گرفتی، زیرا اگر روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه ای، من نیز حاضر میشوم با 4 فرزند در بغل. هر کسی با چیزی حاضر میشود در پیشگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم. از خنسا یک زن سوال بکنه که تو ثم استقاموا استقامتت کجاست؟ من میگم یا الله این 4 فرزند 4 جگرگوشه رو در راه تو فدا کردم. خوشا به حال تو خنسا، خوشا به حال تو سمیه، خوشا به حال تو حنظله، خوشا به حال تو حمزه، خوشا به حال تو اصحاب رسول الله. ولی امروز ما چه کار بکنیم سروران گرامی؟ از ما اگر سوال بکند رسول خدا، اگر امروز جوان ما از دنیا بره و پیامبر همین سوالات را از اونها بکنن، چه جوابی خواهند داد؟ چی خواهند گفت؟ چه هدیه‌ای کردیم؟ چه رشادت و شهامتی کردیم؟ پس سروران گرامی من میخوام اینو بگم، این مشکلات که بر امت رسول الله طاری است باید مسلمان ها این روزها را ببینند، این روزهای تلخ رو ببینند تا به روزهای شیرین برسند. این روزهای خطرناک رو باید استشمام بکنن، لمس بکنن تا بتونن به سعادت دنیا و آخرت برسن. صلوات قرآن ندو فرمایید. اما این قضیه به نظر من باز هم راحته. استقامت در مقابل مشکلات خیلی راحت تره، چون که شیشه رو هرچه ببرن تیزتر میشه. ولی جوان میخوام اینو بگم که تو خانه نشستن، کنار تلویزیون و ماهوار نشستن دینداری نیست. دینداری رشادت میخواد، استقامت میخواد، هدیه کردن میخواد، همه وجود تو میخواد، همه وجود تو. کسی میگه رب الله پروردگار من الله هست، یعنی جسم من، جان من همه در قبضه و قدرت الله هست. یعنی من خودم رو تقدیم الله کردم، من تیری هستم در کمان اسلام، هر جایی که بخواد منو میخواد پرت بکنه. مگر خواجیاری که امروز ما رفتیم کنارش با عزیزانی که رفته بودیم، با مجرد اینکه رسیدن اشک داشت میریخت از چشمان. میگفتم خدایا اینها رو نگاه بکن، اینجا چی میخوان؟ تو خواب چی میخواست؟ صحابه رسول الله مسجد النبی کنار رسول الله در مکتب پیغمبر میتونستن همه این لذت ها رو لمس بکنن، اما بلند شده این همه راه رو پیاده، این همه راه رو با سفرهای بسیار شاق و مشکل طی کردن و اینجا خونش رو هدیه کردن تا شما جوان خافی، تا شما اهل خاف بیدار بشی، تا توی جوان مسلمان درس استقامت، جوان خاف تو نیاز نیستی دیگه بری تاریخ رو نگاه بکنی، تو یک لحظه به این طرف نگاه بکن. به خدا قسم صدای غریبی و بیکسی و تنهایی و ضعیفی و غربت اصحاب رسول الله از میان این کوه ها هنوز به گوش انسان میرسد و ما مدیون خون اونها هستیم. جوان اگر من و تو امروز در این سرزمین معصیت بکنیم، مدیون خون این اصحابیان هستیم که اینجا به شهادت رسیدن، مرهون خون همه اون علمایی هستیم که در خرگرد همه دار دنیا رو الوداع گفتن و شهید شدن. اینها برای من و تو زحمت کشیدن، ولی ما امروز به راحتی با یک عروسی غیر اسلامی خنجر زهراگین به قلب همه داریم میکوبیم، خنجر زهراگین به قلب مولانا مطهری میکوبیم، شخصیتی که دنیا به نامش در افتخار میکنه. مال شماست، مال اینجاست، همه در دنیا در هر کجا که هست. من در مسجد النبی مدینه منوره بودم، در روضة من ریاض الجنه داشتم قرآن تلاوت میکردم. بعد یکی از دوستان آمد سوال داشت، به فارسی جواب دادم. یکی دیگه از عزیزان آمد کنار نشست، گفت شما فارسی هستی؟ گفتم بله. گفت نکنه از ایرانی؟ گفتم بله از ایرانم. همین گفتم از ایرانم آهی کشید. گفتم چیه؟ گفت شما مولانا محمد عمر سربازی رو میشناسید؟ گفتم چه کار داری؟ گفت من عاشقشم، دیوونشم. از کجا هستی؟ از لندنم، اونجا اقامت دارم.
گفتم من 4 سال 5 سال در خدمت ایشون بودم. گفت اجازه بده به نیابت از اون پیشانی تو رو ببوسم. مال من توست مولانا محمد عمر، تو لندن داره بهش افتخار میکنن. اگر مولانا در تهجد و سجده از دنیا میره، به برکت خدمت هاست، به برکت استقامتی در اون کوه خوش کنم یزره 11 کیلومتر تو خاک تو کوه، آب نیست، برق نیست. سروران گرامی و جوانان محترم، چه جوابی داریم؟ ما چه کار کردیم برای اسلام؟ استقامت ما کو؟ منو به آغوش گرفت، به خدا قسم. گفتم بابا اشتباه گرفتیم مولانا، من نیستم. من گفتم من شاگردشم. گفت حداقل شما مولانا رو یه بار که دیدید، جوانان خواب، پدرای خواب، شما حداقل یک بار مولانا مطهری رو که دیدید، حداقل در مکتب اونا هستید. اگر روز قیامت مولانا مطهری از من تو سوال بکنه تو چه کار کردی؟ آیا خون اصحاب رسول الله رو پایمال کردی؟ آیت اگر ابوبکر یا گر عمر ببیند والله که مینهد سر در راه دین یزدان. عثمان شهید قرآن از تو همی بپرسد خونم تباه کردی، برخیز ای مسلمان. همه این صحابه خدا نکند که انتقام خونشو بکنن. آیه های قرآن انسانو میلرزوند. میتونه بگی نه من نکردم. اگر تو بگی، دروغ بگی، تکذیب بکنی، الله عزوجل کرام الکاتبین رو میاره و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. این فرشته ها شاهدن که تو در نیمه های شب با پاسور و برق و تریاک و اینو مورفین و کوکائین و چرس و بنگ شبها را سپری میکردی. میگی نه خدا فرشته ها نبودن، من فرشته ای ندیدم، من گناهی مرتکب نشدم. که ناگهان دست و زبان و اعضا و جوارح به سخن در میان. یوم تشهد علیهم السنتهم و ارجلهم و ایدیهم بما کانوا یکسبون. دست بلند میشه، چشم بلند میشه، گوش بلند میشه. آیا تو نبودی گناه کردی؟ میگه نه پروردگار هم دروغ میگن. دومین شاهد رو هم رد میکنه. میدونی شاهد سوم کیه؟ انسان چطور بگه و یوم جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. شاهد سوم میگه رسول الله بلند بشو تو شهادت و گواهی بده. و خدا نکند که رسول الله گواهی بده که این جوان گناه کرده. آیا جوان تو میتونی بگی محمد تو هم دروغ میگی؟ آیا دلت میاد اونجا بگی یا الله این رسول الله دروغ میگه من این کارو نکردم؟ نه، هرگز اینطور نخواهد شد. صادق و صدوق الامین محمدی که در دنیا دروغ در ذاتش نیست. به تعبیر قرآن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. گواه رسول الله دلیل قرآن دلیلند و علمای ربانی اونجا. چه جوابی داریم بدیم؟ چه رشادتی کردیم؟ چه شهامتی کردیم؟ و تازه عروسی هامون حداقل امشب اینو داریم بگیم. امشب روح مولانا رو شاد کردیم. واقعیته. هر انگیزه ای هست اما عروسی اسلامی است. عروسی که اینجا میتونه ساز و ارکستر هر بلایی به سر مردم بیاره، لیترها شراب نوشیده بشه و نهایتا آخر چاقو کشی بشه. امشب آمده به عروسی بسیار خوب خجسته توأم با برکت الهی آغاز شده. و وای به حال جوانی که آقای مجیدی رو طعنه بزنه که این چه مراسمی بود. تعزیه گرفته بودی؟ تو مسجدم کسی عروسی میگیره مگر؟ میگن به حق حرفهای نشنیده. هر چیزی شنیده بودیم که تو مسجد برگزار بشه الا عروسی. امشب رفتیم تو مسجد عروسی هم دیدیم. درسته، واقعیته، چون ما ندیدیم. سروران گرامی و برادران بزرگوار، واقعیت اینها باید مورد تأسی و قدوه باید قرار بگیره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی استقامت در مقابل همه مشکلات.
همه معضلات، نه تو خانه نشستن. این اولینشه. من وقتی شما رو زیاد نگیرم که من خودم هم مسافرم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت در عرصه دین. آیات بسیار زیادی داریم که من اگر بخوام ترجمه کنم وقت شما میگذره. و اما مهمتر از اون استقامت در ترک معصیت. این خیلی مهمه. کسی میگه ربنا الله، استقامت باید بکنه برای باز آمدن از معاصی و گناهان. از یه گرفته بودی تو مسجدم کسی عروسی میگیره مگر؟ میگن به حق حرفهای نشنیده. هر چیزی شنیده بودیم که تو مسجد برگزار بشه الا عروسی. امشب رفتیم تو مسجد عروسی هم دیدیم. درسته، واقعیت، چون ما ندیدیم. سروران گرامی و برادران بزرگوار، واقعیت اینها باید مورد تأسی و قدوه باید قرار بگیره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی استقامت در مقابل همه مشکلات، همه معضلات، نه تو خانه نشستن. این اولینشه. من وقتی شما رو زیاد نگیرم که من خودم هم مسافرم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت در عرصه دین. آیات بسیار زیادی داریم که من اگر بخوام ترجمه کنم وقت شما میگذره. و اما مهمتر از اون استقامت در ترک معصیت. این خیلی مهمه. کسی میگه ربنا الله، استقامت باید بکنه برای باز آمدن از معاصی و گناهان. ربنا الله یعنی صد، ربنا الله یعنی مانع، ربنا الله یعنی چراغ قرمز سر چهارراههای عمرت. اگر رد بشی باید جریمه بشی. اگر رد بشی، ربنا الله یعنی مرز، یعنی حدود خدا. الا و ان لكل ملك حما، الا و ان حما الله محارمه. هر پادشاهی، هر کشوری مرزی دارد که از اونجا نباید رد بشی و مرز خدا معاصی گناهان است. و جوانی که ربنا الله گفت و در این عرصه استقامت نکرد، این جوان ربنا اللهش ناقصه، ربنا الله خوبی نیست. ما فردی داریم در تاریخ به نام فضالة ابن عمیر. ایشون مأموریت و ارشد ترور قتل و ترور رسول خدا رو در رسول کار میذاره. عمیر ابن وهب یه فردی بهشون مبلغ هنگفتی میده، میگه تو برو رسول الله رو از بین ببر. فکر میکنم حتی بعد از فتح مکه بوده. کار نداریم یا قبلش، مهم نیست. خنجر خودش رو زهراگین میکند. ایشون یه دوست دختر داشت، فضالة ابن عمیر. همواره باش دوست داشتن دیگه. حالا جوانای الان هم ماشاءالله کم ندارن، خیلی تو شهرهای بازار بالا که خیلی زیاده. یکی خانمی من زنگ زد، دختر خانمی گفت من میخوام، ماه رمضان بود، جناب مولوی گفتم چیه؟ گفت من روزانه 2-3 ساعت میخوام با دوست پسرم صحبت میکنم، تلفنی با همدیگر صحبت میکنیم و همدیگر رو میبینیم و فلان میکنیم. بعد اشکال به روزه ما که نداره. گفتم انشالله اگر شما با همدیگر بقیه کارا رو بکنید روزه باطل نخواهد شد. شما چی داری سوال میکنی تو ماه رمضان؟ میگه من با دوست پسرم. گفتم عقد کردی؟ گفت نه. گفتم صحبت عقد شده؟ گفت نه. گفتم پس با چی؟ رو چه حسابی؟ گفت چیزی زیاد نمیگیم، من میگم دوست دارم، اونم میگه نوکرتم. خیلی خوبه. اول همینه، فسلام فکلام فموعظه فلقاء. اول همینه. با همین تلفن‌ها، با همین تماس‌های تلفنی همین مشکلات شروع میشه. کار نداریم. بالاخره امروز پارک ها همینطوره. پارک ها محل تفریح نیست، محلی شده برای دختران فراری و پسران قراری. دختران فرار میکنن، پسران قرار میگذارن. یالا تمام دنیا رو فساد گرفته به خدا قسم. یعنی انقدر فساد زیاد شده. حالا من بحث گناه رو مطرح میکنم. کار این فضاله بنده خدا هم دوست دختر داشت. بعضیا رو چیز نوشتن رو موتورهاشون محبت که گناه نیست. بله ما میگیم محبت گناه نیست، ولی کدوم محبت؟ یا یه آقایی می‌نویسه بر دریچه قلبم نوشتم ورود ممنوع، تابلو ورود ممنوع زدم، ولی عشق آمد و گفت بی سوادم، من گواهینامه نگرفتم. همینطور وارد میشه. بالاخره کار نداریم. ایشون هم همین ادعا رو میکرد. دوست دختر داشت، قرار گذاشته بود پارک فلان که محل قراره. آمد گفت فضاله کجا داری میری؟ نگرانی، هیجان زده ای، وحشت زده ای، بیا بریم عزیزم، دوستم فلانم. گفت یه دغدغه ذهنی دارم، تا زمانی که این دغدغه رو از سر راهم بر ندارم هیچ تمایلی نه به تو و نه به هیچ دختری در دنیا دارم. گفت چیه دغدغه ذهنیت؟ کمکت کنم. گفت از دستت ساخته نیست. گفت چیه؟ گفت این محمدی که اینجا ادعای نبوت کرده، من مأموریت گرفتم
پول کلانی رو به من وعده دارن اگر اینو از صفحه گیتی بردارم. گفت برو منم برات دعا میکنم. شمشیر زهراگینشو گذاشت، رفت دور خانه خدا شروع کرد به طواف کردن. خودش سعی میکرد به رهبر بشریت نزدیک بکنه و رسول خدا رو نابود بکنه. الله الله میکرد، سبحان الله سبحان الله میکرد. صحابه راه رو باز میکردن تا ایشون واقعا مخلص به پیغمبر برسه. پشت سر رسول خدا رسید که ناگهان جبرائیل امین نازل شد که اذ یمکر بک الذین کفروا. یا رسول الله کفار مکر کشیدن که تا چند لحظه دیگر تو رو از دنیا ببرن، مواظب پشت سرت باش. که ناگهان رسول خدا چهره برگردان، فضاله رو دید. گفت فضاله چطوری؟ گفت خوبم رسول الله. گفت برای چی آمدی؟ گفت برای طواف، برای ذکر، برای دعا. گفت بیا جلو. فضاله ترسید رسول خدا نقشه او رو فهمیده باشه. گفت چیه؟ گفت بیا جلو کار دارم نترس. رسول خدا دست گذاشت رو قلب فضاله، یک تکانی داد. گفت اللهم یا مصرف القلوب، ای ذاتی که قلبها و دلها میان دو تا انگشت بلا کیف تو قلبها کیف تشاء، هر طوری که بخوای میگردونی. خدای قلب فضاله الان مملو از معصیت و گناه، خدای قلب فضاله مملو از بغض رسول الله و الله هست. خدایا تو قلب فضاله رو بچرخان. که ناگهان بی اختیار اشکال فضاله سرازیر شد و دست رسول خدا را محکم کشید به قلبش. رسول خدا میخواد دستشو برداره، گفت نه یا رسول الله تو رو خدا دست تو بر ندار که انقلاب عجیبی در وجود من احیا شده. من برای قتلت آمده بودم اما الان دستور بده کیو نابود بکنم. کاش یا رسول الله امروز میبودی و دست خودت روی قلب تک تک این جوونه ها میذاشتی. یا رسول الله کاش میبودی الان جوون ما که میخواد ماهوار رو نگاه بکنه دست محمد رو ببینه. بر جمال پیغمبر خدا محمد مصطفی سرور کائنات و مطمئنن هست، دست با برکت رسول هست، اما ما نمیبینیم چون که دستهای شیاطین به قدری زیاد شدن که دیگه دست محمد کم نور شده. عشقهای مجازی زیاد آمده، عشق رسول الله بیرنگ شده. داعیان شیطان زیاد شده، داعیان رحمان کم نور شدن. رسول الله میخواد دستشو بکشه، پیغمبر نمیذاشت، فضاله نمیذاشت، تا اینکه نهایتاً پیغمبر در حق او دعا کرد. فضاله گفت دستو بر ندار تا یک کلمه بگم. گفت بگو. گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. حرکت کرد، مسلمون شد، ربنا الله رو گفت. حالا میخواد ثم استقاموا رو خدا ازش بخواد. یه دقیقه است که مسلمان شده، من تو 27 سال عمرم تو مسلمانی گذاشتی. برمیگرده میاد اون دختر هنوز منتظرشه، دوست دخترش عزیزش که مراودات داشته، مبادلات داشته با هم دیگر سالیان دراز و متمادی و طولانی. که ناگهان آمد گفت فضاله منو از انتظار کشتی، زیر پام علف سبز کرد، بیا. فضاله چهرشو برگردون گفت برو گم شو که خدای عزوجل و رسولش حتی صحبت کردن با تو رو برام من کرده. یه دقیقه است ربنا الله گفته نه مثل من تو 27 سال استقامت در ترک از معصیت سروران عزیز. کسی میگه ربنا الله باید ثم استقامه بکنه در مقابل مرزهای خدا و معاصی الله ذوالجلال، باید صبور باشه، باید استقامت بکنه، خدای نکرده چراغ قرمزها رو بیگدار رد نکنه. این واقعا خیلی خطرناکه. پس دومین خواسته رب الله ترک معاصی است، مبارزه با گناهانه. جوابی که نتونه از گناهان خودشو نجات بده، این رب اللهش کامل نیست، باید تجدید نظر بکنه. و الله ذوالجلال در بسیاری از آیات قرآن کریم مشکلات و معضلات مسلمانان را زاییده این مسئله میدونه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. الله ذوالجلال به صراحت میفرماید که هرچی که بر شما میرسه، هرچی بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز تاریکی و گستاخی است هم
هر که تاریکی کند گستاخی کند اندر طریق گردد اندر وادی حیرت غریق. امروز هرچه بدبختی بر سر مسلمان ها هست به خاطر معصیت و گناه هست، به خاطر اینه که انسان ها و مسلمان ها از خدا گم شدن. ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. امروز اگر فلسطین دچار این بحران شده، اگر مسلمانان عراق به این وضعیت گرفتار شدن، سروران گرامی به خاطر معصیت ها و گناهان است، به خدا قسم. اگر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که اگر بندگان من معصیت و گناه را ترک نکنند، الله ذوالجلال عذابهای مختلف را بر اونها نازل میکنند. اگر زنا، بیبندواری و الواتی در جامعه بیاد، الله ذوالجلال بیماری های مختلف را بر اونها نازل میکنه. بیماری ایدز، بیماری سارس، بیماری وبا تو بلوچستان الان شروع شده، همه جا دارن مینالند، بسیار خطرناکه. اینها زایده این گناهان معاصی است، به خدا قسم. زایده زناست. امروز زنا عام شده، فقط زنای اصلی نیست. چشم زنا میکنه، دست زنا میکنه، همه اینا گوش زنا میکنن. امروز واقعا معصیت زیاد شده. زمان قدیم خوب بود، زنا کردن آسان نبود، حداقل مشکلات رو باید تحمل میکردید. الان زنای اینترنتی آمده، زنای ماهواره‌ای آمده، زنای CD و فیلم‌های مبتذل آمده. به راحت آقا نشسته از اینجا مستقیما از طریق اینترنت هر کاری هر بلایی که دلش میخواد انجام میده. این یک وباست، یه بدبختی است، به خدا قسم. این بی‌حجابی‌ها خودش همه زنایند. برادرها، های جوانان خافی، خدا را شکر بی‌حجابی هنوز تو خاف نیامده. این نعمت، به خدا قسم. ولی تو شهرهای کلان حتی اسلامی ما علی رغم تبلیغات زیادی که رسانه های گروهی متاسفانه بی‌حجابی زیاد شده، ولی بشنوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه دختر مسلمان در بیرون از خانه چادر خودش رو در بیاره، لباس خودش رو در بیاره، اون پرده بین خود و خدای خودش را دریده و پاره پاره کرده. واقعیته. صهیونیسم و امپریالیسم با تمام قوا تبلیغات میکنه که آقا زنان مسلمان رو بگیرید، از پایین لباس اونها رو کوتاه کنید، از بالا هم سعی بکنید لباس کوتاه باشه. باور بکنید، بگیرید لباس رو. امروز همینطوری است، از پایین لباس ها تو شهرهای کلان شلوارا روزی 4 وجب داره میاد کوتاه‌تر بشه، روزی 4 وجب، 4 ناخن، و روسری هم روزی 2 متر داره میره عقب. واویلا شده واقعا. این بی‌حجابی به اوج خودش رسیده. آقا میخواد بری تو آرایشگاه بشینی، عکس یه دختر جلوت هویدا و آشکار میشه، لخت نیمه عریان. آقا این عکس چیه؟ گفت جناب مولوی برای جذب مشتری آوردم، چه کار کنم ای بی انصاف. تو قصابی میری یا قصابی گوشت بخری، میبینی عکس تو دختره، بابا من گوشت دختر که نمیخوام، گوشت زن که نمیخوام، گوشت انسان که نمیخوام، گوشت مرغ میخوام، حداقل عکس 2 تا مرغ بنداز اونجا. جناب مولوی برای مشتری میخوام، جلب مشتری. این مشتری چه شده؟ چقدر میخواد در وجود ما بیاد؟ به راحتی امروز جوان ما در مقابل فیلم های مبتذل کرنش میکنه. واویلا کرده سیدی های مبتذل، به خدا قسم که من همه جا گفتم و اینجا میگم که فیلم های مبتذل دود از دماغ بشریت در آورده، جوان های ما را به انحراف کشیده، به مرز نابودی و سقوط برده در وادی هلاکت و بدبختی. که خواهری همین امسال سال 85 البته آمد پیشم، گریه میکرد، زجه میزد، به خدا قسم. گفتم چیه خواهرم، چرا گریه میکنی؟ گفت هیچی نگو جناب مولوی. گفتم چی شده؟ گفت پسرم دامادم رفته تو یک عروسی غیر اسلامی، اونجا ساز و ارکستر و فلان بوده، فیلم های مبتذل تماشا کردن، شب هنگام آمده به خانم، اونجا رفتیم بالاخره غذا دادم بهش، چایی دادم، رفته بخوابه که ساعت 2:30 شب دیدم رو سرم ایستاده است. به خدا قصه نیست، به قرآن کریم قسم یاد میکنم، زبانم لال باشه که اگر دروغ بگم. دیدم رو سرم ایستاده. گفتم چی میخوای دامادم؟ آب میخوای تو یخچال هست؟ گفت نه. غذا میخوای مونده مقداری؟ گفت نه. گفتم چی میخوای؟ گفت خودتو میخوام. گفتم من مادرتم، دخترمو به عقدت در آوردم، تو از من چی میخوای؟ گفت برو گم شو، سیری زد تو گوشه. مادرش، مادر زنش، و خدایا پناه به تو، با مادر زنش زنا کرد.
حکمم چیه؟ گفتم مادرم چه کار کنم؟ حیثیت تو لکه‌دار شد که هیچ دخترتم طلاق شده و حرام شده. با چه روی میخواد پیش رسول الله حاضر بشی؟ با چه وضعیتی تو کشور اسلامی که این همه ادعا، این زاییده فیلم های مبتذل و سیدی های مبتذله، بی‌حجابی و بدحجابی است. تو مغازه ها دخترای بی‌حجاب برای جلب مشتری. آخه این مشتری چیه؟ این پول چیه که غیرت و وجدان و شرافت و عزت و مجد و بزرگواری رو در وجود جوان مسلمان داره پودر میکنه؟ همه چیز پول نیست. جوان تو رو خدا به فکر خودت باش. معصیت و گناه نباید تو وجودت بیاد و خدا نکنه معصیت برات طبیعی بشه، خدا نکنه گناه کردن برات طبیعی بشه. بیایید بگیرید جلو این صدها رو. سیدی های مبتذل، فیلم های مبتذل ماهواره داره قوقا میکنه. اینترنت با اون همه برنامه های مستهجن مبتذلش که جای ننگه که کارشناسان دنیای غرب بگن آقا 79% یا 69% بازدید کنندگان از سایت های مبتذل و مستهجن کشورهای اسلامی و جوانهای مسلمونه. آیا جای ننگ نیست؟ چطور میخوام پیش پیغمبر حاضر بشیم؟ دوستان ابوبکر صدیق و عمر فاروق چطور میخوای روز قیامت پیش رسول الله و اصحاب رسول الله حاضر بشی؟ با چه روی اصلا؟ ولی امروز انگار نه انگار این وقایع داره میگذره. استقامت در ترک از معصیت. صحابه اینطور بود. فضالت ابن عمر یه دقیقه از مسلمان شده نمیتونه گناه بکنه، دست پاش خشک میشه. ولی چی شده که جوان ما راحت امروز تو مسجدم میاد و راحت میگه آقا راه رو بزن، چاه رو بزن، راه خدا رو از دست نده. مگر میشه؟ تو چاه رو بزنی تو چاه میفتی دیگه. هرچی گناه کردیم برگردیم، هرچه معصیت کردیم برگردیم و از این به بعد متعهد بشیم که دیگه دور بر معاصی نمیریم، متعهد بشیم که دور همه گناهان رو خط میکشیم. رسول خدا فرمودن هرگاه بیماری زنا در میان جامعه عام بشه الله ذوالجلال بیماری های جسمی رو در میان جامعه میاندازد. دیگه لا علاجه. عید لا علاجه. 70% عید یا حداقل 60%ش از راه تماس جنسی هست، زنا هست، چند درصدش هم از راه اعتیاد هست. اینا همه گناه و معاصی است. اگر واقعا ما معاصی و گناهان رو به حد صفر برسانیم بیماری های ما هم به صفر میرسه، امراض درونی و امراض بیرونی ما به صفر میرسد. پس دومی استقامت در ترک از معصیت و گناه. این خیلی مهمه سروران عزیز. من جا داره پیرامونی این قضایا واقعا قضیه رو باز بکنم، ولیکن اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. صلوات قرار نده بفرمایید. و سومی استقامت در عبادت. این دیگه خیلی مهمه واقعا. اگر اولی رو داشتیم و دومی رو استقامت در ترک از معصیت، سومی رو خدای متعال خود به خود میده. ولی خدا نکند که در عبادت ها ما سست بشیم. استقامت در عبادت یعنی این که همیشه عبادت خدای متعال جز ولا ینفک ما باشه، نه در رمضان، نه در این جلسه، نه در جلسات معدود، بلکه بنده واقعی الله کسی است که همواره عبد واقعی الله باشه. در تعزیه فقط بنده خدا نباشه، تو عروسی هم بنده خدا باشه. جایی که بستر معصیت و گناه فراهم است اونجا هم بنده رب العالمین باشه. و خدا نکند که جوانی در وسط راه سقوط بکنه، خدا نکند جوان عابد پروردگار در وسط راه استقامت رو ببره. این دیگه کلکش کنده هست، این دیگه خسارت دنیا و الاخره شده. فقط در هنگام مشکلات نباید انسان عبد واقعی باشه استقامت بکنه. من گفتم هنگام مشکلات استقامت کردن خیلی آسانتر از استقامت در فراخی و در تندرستی است. درسته؟ زمانی که چیزی نداری مجبوری استقامت بکنی، ولی زمانی که چیز رو داشتی و استقامت کردی مردی. زمانی که بستر معصیت و گناه برات فراهم بود مثل آقای بزرگوار ما آقای مجیدی آمد چنین مراسمی رو گرفت، این کماله، این کماله واقعا. و صحابه بزرگوار رسول خدا اینها بودن. زمانی که فقر داشتن،
زمانی که تحت ایذا بودن استقامت کردن، زمانی که دولت مرد شدن، زمام خلافت رو به کف گرفتن، اون زمان هم استقامت رو از دست ندادن، اون زمان هم ناعدالتی نکردن. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانی که بر اریکه قدرت نشست، دقیقا همون عمری بود که قبلا چوپان بود، تفاوتی نداشت. اگر بچهش مرتکب شراب خوردن شراب میشد، بچهش رو هم تنبیه میکرد 80 ضرب شلاق به بدنش میکوبید. اگر علی مرتضی رضی الله تعالی عنه، سبحان الله، واقعا حق داره اقبال بگه سربری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است، آن مسلمانان که میری کرده اند در شهنشاهی فقیری کرده اند. راست میگه. حضرت علی زره خودشو گم میکنه. زمانی است که اتفاقا خلیفه هم هست، شوخی نیست، خلیفه مسلماناست، رهبر فرمانده کل قواست. زرهش رو دست یک یهودی پیدا میکنه، به یهودی میگه آقا این زره مال منه. میگه نه آقا، تو دلیل داری؟ شاهد داری؟ میگه شاهد که ندارم. میگه پس چطور میخوای ادعا بکنی؟ گفت بریم پیش قاضی شوره. قاضی وقت رفتم پیش قاضی شوره، اونجا گفتن قاضی. گفت چیه؟ گفت این زره مال منه. حضرت علی کرم الله وجهه اونجا نشست، عرض خدمت شما قاضی شوره هم نشست پیش، بالاخره قاضی شوره حضرت علی و اون متهم یهودی، جفت اونها شاکی و متهم تو یک ردیف نشستن. بعد اونجا بود که سوال کرد، گفتن شما حضرت علی شاهد داری؟ شو که مدعی هستی. گفت پسرم حسن شاهده. گفت شهادت فرزند برای پسر قابل قبول نیست، پس نمیتونی. یهودی تو قسم میخوری؟ بله قسم میخورم، زره مال منه. حضرت علی کرم الله وجهه وقتی او قسم خورد، طبق حکم قاضی برداشت زره رو داد به یهودی، در حالی که قاضی شروع هم میدانست که زره مال علی است، علی هم میدانست، یهودی هم میدانست، خدا هم میدانست که زره مال علی است. ولی عدالت اسلامی یعنی این. کسی که حب جاه، حب سلطنت اون رو از پای در نمیاره یعنی این. اونهایی که در سلطنت، در محبت، در اوج عزت و در فقر همه جا استقامت کردن، اینها بودن، تربیت یافتگان مکتب رسول صلی الله علیه و سلم بودن. زره رو داد یهودی. یهودی را افتاد، چندین قدم رفت، وقتی به یاد عدالت اسلامی افتاد برگشت آمد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و مسلمان شد. حضرت علی گفت چیه؟ گفت به خدا قسم من میدونستم این زره مال توست، ولی من خواستم اسلام رو آزمایش بکنم. این اسلامی که اینقدر عزت داره، اینقدر عدالت داره، این اسلام لیاقت قیادت و سیادت و زعامت کل جهان بشری رو داره. حضرت علی گفت پس زره هم مال خودت باشه. اینها بودن استقامت در فراخی، استقامت در عزت، استقامت در شوکت، استقامت در سلطنت، استقامت در جوانی، استقامت در نعمت. این خیلی مهمه. کسی که نعمت رو نداشته باشه نمیتونه باید استقامت بکنه. سلطان مراد، علامه اقبال لاهوری میگه سلطان مراد کسی بود که شبه جزیره بالکان رو فتح کرد. بعد از فتح او گفتن یک مسجدی بسازه که تو دنیا تک باشه. بهترین معمارها و بناها آمد، بالاخره یک از اینا رو برگزید. آمد بنا رو ساختن. سلطان مراد آمد نگاه کرد، یک گوشه به چشم سلطان مراد خوب نیامد، دستور داد دست بنا رو بریدن. بنا بلند شد آمد پیش قاضی وقت. گفت چیه؟ گفت بله سلطان مراد امروز دست من رو قطع کرده. برای چی؟ برای اینکه در مسجد نقص داشته. گفت دستور بده سلطان مراد بیاد. سلطان مراد آمد اونجا، گفت حشم و لشکر و گارد ریاست جمهوریت نباید بیاد، باید خود تنها بیای. آمد اونجا پیش قاضی نشست. گفت های سلطان مراد، های سلطان مراد، خون قاضی، خون شهر رنگین تر از معمار نیست. تو چرا اینو زدی؟ گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرد به این قانون سواد. تو فکر میکنی اینجا شهر هرته؟ تو بیای یک معمار مسلمان رو نابود بکنی؟ عدالت اسلامی بود. اونجا بود که اون سلطان پادشاه بزرگ دست خودش رو بلند کرد. گفت حالا بدید این شمشیر رو دست این معمار بیچاره. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرد به این قانون ثبات. مدعی را تا به خاموشی نماند، آیه بالعدل والاحسان خواند. گفت اگر ببخشی خوبه، خدا میگه و ان تعفو اقرب للتقوی، ببخشید. اینجا وقتی که قدرت به دستش بود گفت از بهر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. پیش قرآن بنده و مولا یکیست، بوریا و مسند زیبا یکیست. یافت موری بر سلیمانی زفر،
سطوت آیین پیغمبر نگر. سروران گرامی تو این عرصه عبادت باید استقامت بکنیم. خدای نکرده مثل بلعم با اونا نشیم که پس از چندین سال عبادت وقتی در مقابل موسی ایستاد، به خاطر زن، به خاطر موقعیت، به خاطر پست و جاه، الله ذوالجلال او را تبدیل به سگ کرد و تا روز قیامت حل میکنه. بیاییم عابد واقعی خدای متعال باشیم، استقامت بکنیم در عرصه عبادت، استقامت بکنیم در عرصه عشق به خدا. جوان مسلمان از این فرصت بسیار استفاده بکن و نکنه خدای نکرده روزی که ملک الموت به سراغ ما بیاد هیچ عبادتی در قاموس و در فرهنگ ما نباشد، با کوله‌بار معصیت دار دنیا رو الوداع بگیم. صلوات غرای نبی بفرمایید. ولی امروز اینطور نیست. آقا تا زمانی که مشکلات نگرفته او رو، هر کاری که دلش میخواد انجام میده، هر بلایی که دلش میخواد به سرش میاره. ولی به مجرد این که تو مشکلات قرار گرفت، قرآن عظیم الشأن میفرماید حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم ریح طیبه فرحوا بها. وقتی که کشتی زمانه بر وفق مراد حرکت میکنه، هر گناهی که دلش میخواد انجام میده. وقتی که در مقابل امواج سهمگین قرار میگیره، چه کاش میخواد برگشت بخوره، تو زندان میفته، الله الله میکنه. میگه چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. وقتی بی پول بشه اون زمان الله الله میگه. تا زمانی که خوشحال جوانه یاد الله به زبانش نمیاد. وقتی تو بستر بیماری میفته یک الله های سوزناکی میگه که دنیا رو میخواد به لرزه در بیاره. تو زندان که میفتن با یزید بستامی میشن. این عبادت به درد چی میخوره؟ استقامت در عرصه عبادت داشته باشیم سروران عزیز. وقتی این سه نوع استقامت آمد، استقامت در مقابل مشکلات، استقامت در ترک از معاصی و گناهان، همه گناهان، و استقامت در عرصه عبادت، الله ذوالجلال اونجاست که میفرماید نحن اولیاءکم، ما دوستان شماییم، ما شما رو به آغوش میگیریم اگرچه که بعد از تلمبار و معصیت و گناه برگردید. جوان مسلمان اگر تا به الان زمینه معصیت و گناه برات فراهم بوده و انجام دادی، برگرد. دروازه الله ذوالجلال دروازه نومیدی نیست. به خدا قسم خدای متعال انسان را میبخشد. خدای متعال منتظر من و شماست. الله ذوالجلال منتظر ایمان آوردن من و شماست، منتظر توبه من و شماست. من فقط یک قصه از اصحاب رسول الله بگم صحبتمو ختم کنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که در مدینه منوره بودن، میدونی که مؤاخات ایجاد کرد، برادری بین صحابه. ابو ثعلبه حرکت کرد، میخواست بره به طرف جهاد با برادرش، برادر ایمانیش دینیش. برادرش گفت ابو ثعلبه، گفت چه؟ گفت تو اینجا باش، خلیفه من باش در اهل و عیالم، من میرم به جهاد، ثوابش به تو هم میرسه. گفت اشکال نداره. ابو ثعلبه، ابو عبدالرحمن معذرت میخوام، اسمش ثعلبه هست، حرکت کرد، برادرش رفت. ثعلبه همیشه از خانواده برادرش مواظبت میکرد. روزی مقداری آب خواست یا غذا خواست، چشمش به خواهر مسلمانش افتاد، به زن برادرش افتاد. شیطان در وجودش وسوسه کرد، دست گرفت به خواهرش، دست گرفت به زن برادرش، خواهر مسلمانش. شیطان دشمن قوی است. معصیت دشمن شیطانی رو قوی میکنه و انسان رو ضعیف میکنه. واقعا خدا نکنه که معصیت طبیعی بشه سروران گرامی. که ناگهان این خواهر مسلمان دستشو کشید، گفت علی ثعلبه اگر برادرت بفهمه چه خواهد شد؟ اگر رسول الله بفهمه چه کار میخوای بکنی؟ که ناگهان حرکت کرد، گفت واقعا چقدر من بدم، چقدر کثیف و پلیدم، چقدر از خدا دور شدم. گفت من رفتم دیگه، زندگی رو نمیخوام. یه دختر داشت فقط، راهی کوه بیابان شد، زجه و ناله میزد. هر لحظه که میشنید پیغمبر داره برمیگرده، غم و قصه این بیشتر میشد، تا اینکه خبر رسید رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشته. برادر مسلمانش که به جهاد رفته بود به عوضش آمد به خانه، از زنش پرسید وین ثعلبه، ثعلبه کجاست؟ زنش شروع کرد به گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ از ثعلبه بگو که ثعلبه کجاست؟ فوت کرده، آسیب بهش رسیده؟ گفت نه، ثعلبه ای که تو ازش توقع برادری داری به تو خانوادت میخواست خیانت بکنه.
گفت ثعلبه من باور نمی کنم تو یه زنی. کجاست؟ گفت تو کوه بیابان. رفت دنبالش گشت، گفت ثعلبه بیا برگردیم. گفت نه من نمیتونم پیش رسول الله بیام. گفت پیش پیغمبر نمیتونی بریم، میتونیم پیش ابوبکر صدیق بریم، پیش عمر فاروق بریم. رفتن. ابوبکر صدیق گفت نه نمیخوام. عمر فاروق گفت برو، معصیت و گناه کردی، لکه معصیت تو دامن عمر رو سیاه و لکه‌دار نکند. ثعلبه درهای امید بروش بسته شده. آمد دست رهبر بشریت، آمد پیش محمدی که دست رد به سینه کس نزد. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعمی. رسولی که لا و نه بیش کس نگفته. آمد گفت چیه ثعلبه؟ گفت یا رسول الله گناه کردم، به این برادرم خیانت کردم، دستبرد زدم. زنا کردی؟ نه، فقط چشم بد، بالاخره با چشم بد نگاه کردم، چشم چرانی کردم. گفت چطور؟ گفت برادرم رفته به جهاد، من به زنش به چشم بد نگاه کردم که به خدا قسم ناگاه رهبر بشریت چهره خودشو برگردون. گفت برو گم شو، برو بیرون، برو که تو رو نبینم، برو که نحوست اعمال تو من رسول الله رو به طرف جهنم نبره. ثعلبه حرکت کرد، رسول الله هم منو رد کرد. خدایا اگر محمد هم منو رد کرده من گناه کردم، ولی تو غفاری. خداوند از افعال شنیع خود پشیمانم، عنایت با مگیر از من که دلتنگ و پریشانم. هوا از یک طرف، شیطان ز یک سو، نفس از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده، گناهکارم تو را یا حضرت غفار میخوانم. زجه و ناله زد چندین شبان روز تا این که بالاخره حوصلش سر آمد، دید دروازه امید باز نشد، دست بلند کرد گفت خدایا یا مرا از غم بکش، یا خاطرم را شاد کن، یا به زندانم فرست ای شوخ یا آزاد کن. یا الله یا منو بکش یا از این حالت درم بیار. که ناگهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودند که آثار وحی بر آن حضرت نازل شد و جبرائیل امین گفت السلام یقرؤک السلام یا رسول الله. الله ذوالجلال به تو سلام میفرستد و میفرماید برو ثعلبه را پیدا بکن و سلام الله را بهش برسان و دستشو بگیر و بیار، پیشانی او رو بوسه بده. این خدا رحیمه، جوان خدا رؤوفه، خدا پادشاه نیست، قاضی نیست، مالک الملک تنها نیست، رحیم و رحمان و غفار و غفورم هست. رفتم دنبال ثعلبه گفت روم نمیشه برگردم. گفت بیا پیغمبر تو مسجد منتظر نشسته است. ثعلبه را آوردن. ثعلبه وقتی متوجه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به استقبالش آمد گفت یا رسول الله اجازه بده 2 رکعت نماز بخوانم. سر رو به سجده گذاشت، گفت خدایا بار دوم چشمانم و زمانی باز کنم که در جنت پیغمبر رو ملاقات بکنم نه در دنیا. الله اکبر. جوان مسلمان ثعلبه سر رو گذاشت، دیگه بر نداشت. رسول الله متوجه شد که ثعلبه از دنیا رفته، گفت بیان تشییع جنازه. وقتی که برای تشییع جنازه حرکت کرد رسول خدا رو سر پاهاش راه میرفتن. عمر فاروق نگران شد، آمد گفت یا رسول الله چرا رو سر پاهات داری راه میری؟ چرا پاهاتو به زمین نمیذاری؟ چرا اذیت داری میکنی خودتو؟ گفت به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد اونقدر فرشته برای تشییع جنازه ثعلبه آمده که اگر پامو بذارم فرشته ها رد میشن. فدای لطف تو خدا،
فدای این همه رحمتت، خدایا فدای این همه کرم نوازی. آیا هنوزم میخوای گناه بکنی؟ این خدایی که این همه محبت داره، این خدایی که این همه من تو عشق می‌ورزه، این خدایی که همه من تو رو دوست داره و منتظر من و شما رو به آغوش بکشه، تو چرا ناامیدی؟ نمیگم خدایی نکرده گناه بکن، میخوام بگم که برگردی، همه ما دست جمعی برگردیم، هرچه گناه کردیم ببین جهنم رو خاموش بکنیم که به خدا قسم معصیت جهنم است، انسان رو نابود میکنه، زندگی انسان رو مختل میکنه، بی‌حجابی و بدحجابی ها باید به صفر برسه. جوان خافی از این به بعد نباید سیدی های مبتذل، فیلم های مبتذل، اعتیاد و تریاک جوان تو رو نابود میکنه، از خدا دور میکند به خدا قسم. وقتی این کار رو انجام دادی تتنزل علیهم الملائکه، خدای متعال فرشته ها رو میفرستد تا دست تک تک من و شما رو بگیره به شاهراه هدایت برساند. امیدوارم که خدای عزوجل از همه ما این نشست رو قبول بفرماید، خدای عزوجل مستقیما استقامت واقعی رو به همه ما عنایت بفرماید. الله ذوالجلال همه ما رو جزء بخشوده شدگان قرار بده. الله ذوالجلال از سر تقصیرات همه ما بگذرد و مریضان ما را شفای عاجل عنایت بفرماید. من واقعا بسیار خوشحال و خرسندم از این که تونستم بالاخره در خدمت شما جوانان محترم این منطقه باشم و خدای عزوجل رو سپاس میگم برای این که این برادر واقعا توانست این مراسم خودش اسلامی بگیره و امروز واقعا امشب خوشحالیم همه ما، چون که حداقل گناه و معصیت اینجا صورت نگرفته. به هر حال این واقعا زاییده زحمات علمای این منطقه هست، لذا جوانان باید یاد بگیرن، همه ما یاد بگیریم تا در هر کجا که هستیم خدایی نکرده کاری نکنیم که موجبات ناراحتی خدا و رسول رو فراهم بکنیم. به خدا قسم هر چقدر حال بکنیم، وقتی با معصیت حال بکنیم وبال کردیم و با چشمی افسرده و روانی پژمرده مجبوریم وارد خانه بشیم. ولی آقای مجیدی امشب هیچ دغدغه‌ای نداره. چرا؟ چون که حداقل خدا رو معصیت نکرده، روح پیغمبر رو آزرده نکرده و واقعا جای بسی خوشبختی است. لذا از همه جوانان محترم عاجزانه میخوام که مراسم خودشون رو انشالله در آینده ها مراسم اسلامی بگیرن و سعی بکنن انشالله مراسم از علمای منطقه خودشون. من بارها گفتم به عزیزان که منطقه خاف ما نباید بیاییم، به خدا قسم زنگ زده بودم منطقه خاف ماشاءالله اینقدر نور وجود داره که ما هم برای نور گرفتن باید از علمای خاف نور بگیریم، از مکتب علمای اینجا باید اشعه های تابناک به همه جا برسه. ولیکن دوستان لطف کردن و لطف میکنن بالاخره و جوانان اینطور نیست که این اولین عروسی باشه، این 63 یا 64مین عروسی اسلامی است که طی 6 ماه 85 و یک ماه هنوز از 86 رد شده بنده شرکت کردم. همه جوانها الحمدلله اشتیاق پیدا کردن و دیشب ما در کاریوم بودیم حسین آباد و بعد یک عروسی باز در بیاس آباد بود. جناب مولوی عرب هم فکر می‌کنم تشریف آوردن اینجا، قول دادن که در 13/6 10 عروسی اسلامی با هم بگیرن و واقعا این نقطه عطفی است در تاریخ ما. حالا دوستان و جوانانی که حاضرن در آینده مراسم اسلامی بگیرن و از علمای منطقه خودشون استفاده بکنن انشالله دستا رو ببرن بالا ببین چند نفر انشالله همتون انشالله دوست دارید. بابا نمیگم اونایی که حاضرن زن دوم بگیرن تو میترسید، اونایی که میخوان داماد بشن دستا رو ببرن بالا، داماد اسلامی انشالله همتون حاضرین انشالله. الله ذوالجلال قبول بکنه، الله ذوالجلال به شما جزای خیر بده انشالله و خدای متعال از همه ما قبول بفرماید. ما رفتیم بودیم به قسمت راز جرگلان، آقای داداری هم تشریف دارن اینجا، عروسی اسلامی بود. بعد از عروسی اسلامی گفتن آقایونی که میخوان عروسی رو اسلامی بگیرن دستا بالا، یهو دیدیم پیرمردا بلند شدن از سر جاشون. گفتم آقای پیرمردا به اشتها نید امشب از برای رضای خدا بذارید همین جوونها بالاخره فعلا اسلامی بگیرن عروسیاشون رو و خدای متعال قبول بفرماید و الله ذوالجلال از سر تقصیرات همه ما در بگذاره انشالله. من خیلی خوشحال و خرسندم، دست تک تک شما جوانان رو میبوسم، واقعا همه شما رو دوست داریم، ما در خدمت شما هستیم و از این علمای بزرگوار استفاده بکنید. از اینکه نتونستم واقعا حق مطلب و ادا بکنم گرچه که خیلی کار داشتم ولی حنجره من
اجازه نمیده، چون که هر شب الحمدلله الان برنامه‌های عروسی اسلامی از هر شب، اگر هر شب نماز هفته حداقل 3-4 شب عروسی‌های اسلامی وقت ما رو پر کرده. واقعا این نقطه بسیار عطفی است در روند زندگی همه ما. موفق و مؤید و پیروز و کامیاب باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.